الله متعال سنت‌هایی دارد. یک از سنت‌های الله متعال در این آزمایش‌ها و سختی‌ها توبه است، ابتلا است، بازگشت امت است، بیداری امت است. باید بیدار بشه امت، بعد خودش رو اصلاح بکنه، باید حرکت بکنه. این که فقط احساساتی بشی و بلند بشی امروز یک شعاری بدی این کافی نیست. باید خودت رو اصلاح بکنی. باید خودت رو اصلاح بکنی. همه جوانان عزیزی که میدانم امروز اگر فرصتی نصیب بشه همه جان خود رو فدا خواهند کرد، قبل از اینکه وارد میدان بشی، تو همین الانم در میدان نبرد با شیطان هستی. خودت رو اصلاح بکن. فکر کن همین الان تو در میدانی. عبادت‌های خودت رو، نمازهای خودت رو، ذکر و اذکار خودت رو، توبه خودت رو، زندگی خودت رو مرتب بکن. تو وظیفه خود رو انجام دادی. یا ایها الذین آمنوا، در ادامه این آیات، ای کسانی که ایمان آوردید، این تطیعوا الذین کفروا، اگر به دنبال کافران رفتید و از اونها اطاعت کردید، به این امید بودید که اونها به درد شما بخورند، یا ردوکم علی اعقابکم، اونها شما رو برمیگردانند به قبل از اسلام و ایمانت، شما رو از دین بیرون میکنن، فتنقلبوا خاسرین، زیان دیده و ضرر کرده برمیگردید. کافر دوست تو نخواهد شد. منتظر نباش کافر به درد تو بخوره. منتظر نباشید تا کافران درد شما رو درمان بکنن. شما دوستی غیر از خودتان ندارید و الله متعال یاور شماست. دستیاری دراز بکنید به فلان سازمان ملل و شورای امنیت و اینا همینهایی هستند که شما رو به این روزها انداختن. ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل الله مولاکم. الله متعال یاور شماست. الله متعال ناصر شماست. الله متعال سرپرست شماست. الله متعال است که شما رو نصرت میکنه و هو خیر الناصرین، و او بهترین نصرت کنندگان است. بهترین نصرت کننده الله متعال است. از الله متعال بخواهید و رابطه خود رو بر الله اصلاح بکنید، بنده خوبی باشید، الله متعال دعای شما رو قبول بکنه و نصرت رو برای شما بفرستد. الله متعال باید بنده خوبی باشید. الله نصرت می کند، اما بندگانی رو که با او باشند، اونهایی رو که در میدان هستن نصرت کرده است. نصرت کرده است. چنان ضربه‌ای به کیان رژیم غاصب صهیونیست زدن که تا 100 سال دیگر کسی نمیتواند از اونها این ضربه رو دور بکنه. چنان ضربه‌ای به هیبت اونها، به جایگاه اونها، به اقتصاد اونها، به دروغ‌هایی که اونها میگفتن که بزرگترین قدرت منطقه و فلان و فلان هستن، چنان ضربه‌ای به اونها زده است اونها نمیتوانند جمع بکنن این رو به این راحتی. اونها نصرت شدن، تا همین الان هم نصرت شدن. هر شهیدی از اونها یک دلیلی برای نصرت است. هر روزی از مقاومت اونها که میذاره یک دلیلی برای نصرت است. بقیه امت رو باید در به متعال نصرت بکنه و یاری بکنه تا بیدار بشن. و این امت باید خودش به خودش بیاد، دوست و دشمنش رو بشناسه، تقوا رو شروع بکنه و شیطان بزرگترین دشمن این امت است. باید خودش رو اصلاح بکنه. عجیب است که جوان ما امروز حاضره که بلند بشه و بره و مبارزه بکنه، اما حاضر نیست که گناهان خودش رو ترک بکنه. حاضر نیست که عبادت‌ها رو انجام بده. حاضر نیست که التزام رو برای خودش بیاورد. باید اینها رو، باید اطاعت از دین رو در زندگی آورد تا نصرت الهی شامل حال ما شود.